278 بفرمایید. سلام خسته نباشید. ببخشید خانم من می‌خواستم برای پیش دانشگاهی تحقیقم کامل کنم. می‌خواستم این آدرس 118 کجاست من می‌خوام بیام. من کسی آشنا ندارم بگم. آدرس خود 118. آدرس 118 بله کجاست من می‌خواستم بیام تحقیقم کامل کنم. تحقیق چی رو کامل کنی؟ تحقیق در مورد اطلاعات رسانی و ایناست. نمیدونم اینجوری بتونیم آدرس بدیم یا نه. مشکلی آخه نداره. خب البته نگهبانی داریم، من اونجا به هر حال خواهید داشته میتونید اونجا مراجعه کنید. خب من که آدرسشو ندارم که مراجعه. خیابون اکباتانه. آدرس رو بهارستان خیابون اکباتان. بپرسید ساختمان 118 همه. بهارستان خیابان اکباتان. بله. خب پس من با پدر مادرم خدمت میرسم. مسخره مزخرف. خدا. خیلی ابلهی. ببین 44 بفرمایید. بله. سلام. سلام علیکم. شماره خواجه عبدالله انصاری رو می‌خواستم. چی؟ شماره خواجه عبدالله انصاری. عبدالله انصاری چیه؟ شماره‌شو می‌خوام. خب چیه؟ چیه؟ پوپک. آدم شاعره. آره همون احمق مثل تو بوده. خب بابا الو. شهر ما. چرا پشت میدی اوی؟ پشت نده. الان خطت هم تازه میدم کنترل. بده اگه تونستی پیدا کنی. جرأت داری وایسا. جرأت داری قطع می‌کنم. 44 بفرمایید. سلام. الو. بفرمایید. پیل سوار مقام چوده استرم. بله؟ چوده پیل سوار رو نسترم. هر موقع فارسی یاد گرفتی تونستی فارسی صحبت خانم کنی. کد پیل سوار مقام رو میخوام. خب چرا مثل اونجوری صحبت میکنی؟ خب چه کار کنم؟ شما که فارسی بلدی صحبت کنی برای چی ترکی صحبت میکنی؟ اینقدر ترکی صحبت کردم فارسی یادم رفته. آها مشکل روحی روانی داری. نه چه کار کنم؟ گوشی رو نگه دار یه چند لحظه دیگه اینقدر مزه نری. خانم پیل سوار مقام. دست در نکنی. چه کار کنم خب؟ چوکی دار. خانم داری کلک میزنی ها. خداحافظ مهربون نمیخوام. 9 بفرمایید. الو. 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 بفرمایید. من یه ساعت پشت خطم ها. الو. الو بفرمایید. صدا من میاد. آقا من هرچی به شما میگم سلام بفرمایید، شما هم میگی من یک ساعت پشت خطم. الو من هرچی شما میگم بفرمایید هیچی نمیگی. واقعا صدا شما نمیاد. خب آقا بگین چی میخواین دیگه. پشیمون شدم. پس قطع کنم دیگه. پشیمون کد شدی. املش رو میخوام. بله؟ کد املش. شما هم با همه اینجوری رفتار میکنی؟ املش 142 722. داد بیداد چرا میکنی؟ گولی 42 بفرمایید. سلام. الو. خانم ببخشید من الان تو خیابون تصادف کردم یه موتوری بهم زد در رفت. شماره‌شو میدی؟ چی؟ من الان تو خیابون تصادف کردم یه موتوری بهم زده در رفته. شماره اون موتوریه رو می‌خواستم. من باید بدم شماره موتوری رو. پس کی باید بگیره؟ تلفنی که کنترل شد میفهمی. آره ببین اگه کنی 5 بفرمایید. الو. سلام بفرمایید. سلام چطوری؟ کد سانتیاگو رو می‌خواستم. کد سانتیاگو. شد. سلام. سانتیاگو. بله. حالا سانتیامتر. حالا کدوم کشوره؟ نمیدونم والا. بگم واسه ایران نه نمیدونم. این کارت خوب میره؟ متر یگو هم داری؟ آره همه چی داری. چی دیگه داری؟ الان بهت میدم. گوشی دستت باشه. بفرمایید. سلام بله. سلام خسته نباشید. شماره نمایندگی گرنس تو ایران رو. گرنس. چی؟ گرنس. گرن؟ ویسکی گرنس. الو. شماره نمایندگی ویسکی گرنس تو ایران رو میخوام. گرند میگین؟ بله. چیزی تحت عنوان گرند نداریم ما. لادرز چی؟ چی؟ لادرز. ویسکی 5 پهلوان ودکا آبجو هر چی شد. نداریم آقا اینا رو. اینا که ثبت نمی‌کنن که. اینا ثبت نمیشه؟ نه اینا حرامه؟ اینا شماره‌اش حرومه. شماره‌اش حرومه یا خودشون حرومه؟ شماره‌اش حرومه. شما هم که ولت نمیاد. برای چی؟ تابلوه دیگه.